سلام بچه ها، من اومدم با یه ولاگ دیگه. همراه من باشین تا با هم امروز سوئیس رو بگردیم. خواهش می‌کنم به پف صبحگاهی من و صدای زیبام خیلی توجه نکنین چون که سرما خوردم و یه حسی بهم میگه که قراره بیشتر از اینا هم سرما بخورم چون که دارم میرم یه جای خیلی باحال ولی در ارتفاعات و قراره که خیلی هوا سرد باشه. من امیدوارم که بیشتر از این سرما نخورم. و تازه با این صدای جذاب میکروفون رو خریدم براتون، یعنی این صدای زیبای جذاب سرماخورده منو قراره که با وضوح بیشتری بشنوید. امیدوارم. البته هنوز تجهیزاتم کامل نیست. بچه من از سمت سولوتون که دارم میرم به سمت بلاوزه خیلی باید خط حوض کنم. الان اومدم بیل، از اینجا باید برم سمت برن، بعد حالا الان دارم میرم سمت برن، بعد بقیه‌شو بعدم بهتون میگم. بچه من رسیدم بانهوف برن که بعد از بانهوف فرانکفورت دومین بانهوفیه که من ازش متنفرم، البته به دلایل کاملا متفاوت. بعد الان اینجا دوباره دارم سوار قطار میشم. استاپ بعدیم یه شهری به اسم فروتیگن که دوباره بعد از اونجا خط عوض کنم، حالا میگم بهتون. بعد بین برن و فروتیگن چند تا شهری که خیلی شنیدم قشنگه، یکیشون تونه که دیشب تو اینستا داشتم نگاه میکردم، مثل اینکه سمت سیتی سنترش اتفاقا امشب یه برنامه‌ایه. البته فکر کنم تا 26 اکتبر برنامه باشه ساعت 7:30 شب به بعد، حالا نمیدونم. گذاشتم اون رو برگشتنی بیام برم سمت شهرتون برگشتنی که اونم ببینم. امیدوارم که درست باشه و منم بهش برسم دیگه. حالا براتون ویدیو میگیرم. هنوز راه نیفتاده. بچه ها من رسیدم لوزه، بریم ببینیم که چه جاییه. خدای من یعنی میمیرم برای این فصل، چقدر قشنگ میتونه باشه.
چون من بالاخره یه قسمت نسبتاً بدون آدم پیدا کردم که بشینم کافیمو بخورم. کلی ویدیو گرفته بودم براتون، منتها همش بی صداه، به خاطر اینکه فکر کنم به خاطر اینکه این ریسیور این توی چیز بوده، توی گوشیم بوده ولی خودش خاموش بود، بعد صدا ضبط نشده. خیلی عجیبه، نمیدونم. چون امیدوارم که کافه نبسته باشه که من بتونم پسش بدم و سفر بانکمو پس بگیرم. بچه بسن که خلاصه هنوز باز خب من یواش یواش خواهم راه بیفتم برم سمت اون شهری که بهتون گفتم. تو مسیر برگشتمه، دارم درست میرم. بعد میرم اونجا که خورده اونجا هم بگردم، فکرم دیگه تا برسم همون هفین طوره بشه، مثلا 6:30 هفین طوره بشه، یه خورده اونجا بگردم تا این چیزا رو پیدا کنم. بچه من رسیدم شهرتون، الان دارم میرم سمت رود آره اگه اشتباه نکنم. بریم اول سمتی، چون من امیدوارم که اسما رو درست تلفظ کنم، ولی این پله که اینجاست، پل اوبقشلوزه یه همچین چیزی باید باشه، خیلی شبیه به اونیه که تو لوسرن رفته بودم. تو اون خیلی خوشگل تر بود ولی خب تقریبا اینم شبیه همونه. اونی که توی لوسرن بود خیلی قشنگ‌تر از این بود واقعا. خب اینم قشنگ. بچه خدا رو شکر این هتله اومدم پرسیدم که میشه من از دستشویی استفاده کنم، گفت آره اوکیه. تو ایران یه بار این کار کردم واقعا، رفتم یه هتل، شب باورتون نشه ولی اجازه این اتاق نداشتم، اجازه نداد من از دستشویی استفاده کنم. البته نمیدونم اینو شاید بخاطر اینکه مثلا آلمانی حرف زدم مثلا حس کرد که تو توریست ممکن نباشم، از اونجایی که من خیلی زود رسیدم یعنی برم داخل شهری خورده بچرخم اگه برسم برم آلتشتاتش. خلوته. چون من رسیدم اونجایی که قرار برنامه اجرا کنن، شروع نکردن.
تموم شد یا تموم شد دیگه. یه پارت 2 هم داره ولی من واقعا دیگه نمیتونم، خیلی مریضم و قطعا بدتر هم شد. ولی خیلی قشنگ بود، واقعا خیلی قشنگ بود. Nächster Halt, Solothurn, Endstation. من بالاخره رسیدم شهر خودم، گرمخن. واقعا دارم میمیرم. با اینکه خیلی خوش گذشت و خیلی خوب بود، ولی چون آلردی مریض بودم حس میکنم که قرار خیلی بدتر شه حالم. دیگه به فردام جلسه دارم، فردا صبح با سوپروایزرم جلسه داشتم که بهش پیام دادم، گفتم که حالم خیلی خوب نیست، اگه میشه میتینگ آنلاین بذاریم. گفت آره اوکی. دیگه احتمالاً کلا هفته دیگه نرم دانشگاه، چون به جز دوشنبه ها که مثلا میتینگ دارم با سوپروایزرم دیگه نیاز نیست که برم، میتونم ریموت هم کار بکنم. دیگه هفته دیگه رو ریموت کار میکنم تا که حالم بهتر بشه. من هیچ وقت اینایی که خیلی آداگارسون میرن خونه بیرون همون جوری هم برمیگردن خونه رو متوجه نمیشم. اصلا من وقتی برمیگردم خونه اصلا افتضاح، اصلا کسی نیستم که خونه داشتم میرفتم بیرون. من نمیدونم واقعا